سلام برای بچه، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امشب میری با هم یه چالش رو انجام میدیم به اسم چالش چارلی که دیگه چه چالشه؟ یه برگه نیاز دارید و یه دوتا مداد یا خودکار. توی برگه من به این شکل میبینید یس یا نو، بعد مداد میذارید و مثلا ازش سوال میپرسید، میگن اگه مداد تکون بخوره با یس یا نو جوابتون واسه هر این صفحه این ویدیو حتما من ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگ بفرمایید بزنید و کامنت باشید توی زیر این که خلاصه براش این چالش من میدونم چالش چرت و پرتی و جواب نمیده. واسه کار برمونید تو اتاق تاریک با یه شم این چالش رو انجام بدیم. خواستیم این چالش من جواب میده یا نه حتما تو کامنت رو بنویسید که شما آیا به این چالش اعتقاد داری یا نه. خود من نه، بعدش 1% اعتقاد داشته باشه. خواسته ببینیم این جواب میده یا نه. اگه تکون خورد اینو واقعا من کاری نکردم و واقعا خلاصه بزنیم این صفحه چالش. لیتس گو. برای بچه مرسی که تماشا کردید که چالش کار نکرد و همش دریوری و شایع بود. چالی چالش های دیگه علکه اگه چالش تقریبا همه دارم توی کامنت ها به این پیشنهاد خواستش کنم. خدا نگهدار.